اگه مردی این 5 تا خط قرمز رو هیچ وقت رد نکن. خیلی وقت ویدیو نذاشتم، نه چون حرفی نداشتم، چون بعضی حرفا رو فقط مردا میفهمن، نه الگوریتم یوتیوب. امروز میخوام راجع به 5 خط قرمز مردونه صحبت کنم. آماده اید؟ بزن بریم. 1. هیچ وقت برای احترام گدایی نکن. اگه مجبور شدی توضیح بدی که کی هستی، همونجا باختی. برادرها، شماره 2، درد تو به هر کسی نگو. بعضیا گوش میکنن، بعضیا استفاده. 3. غرور تو با تنهایی عوض نکن. تنهایی میگذره، ولی غرور اگه شکست جمع نمیشه. 4. خودتو ارزون نفروش، حتی وقتی نیاز داری. مردی که خودش رو کوچیک کنه دنیا لگدش میزنه. 5. اگه قول دادی پاش واسا، حتی اگه به ضررت شد. مردو به حرفش میشناسن، نه به بهونه‌هاش. این ویدیو نصیحت نیست، یادآوریه برای مردایی که هنوز ایستادن، حتی وقتی خستن. Welcome to Mardone. Mardone. Welcome to Mardone. See you in the page, you good looking guys.